خدای قادر لایزال، کریم ذوالجلال، خداوند منان رو بی نهایت سپاسگزاریم از این که این توفیق رو به ما عنایت فرمود تا در جمع گرم و صمیمی شما بزرگواران، عاشقان قرآن، دوستداران حبیب رحمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم. این توفیق الهی رو برای خود و دوستانم یک هدیه ارزشمند الهی میدانم که به ما توفیق داد در جمع گرم و پویا و صمیمی این خطه از ایران زمین، مردم مهمان دوست، مردم مؤمن متعهد و قرآنی قوم ترکمن قرار بگیریم و از نزدیک با روحانیت محترم، علمای بزرگوار، جوانان نیرومند و سایر برادران قرار بگیریم. امید است که خدای سبحان این نشست ما را به درگاه خودش قبول بفرماید. با کسب اجازه از علمای بزرگوار حاضر در مجلس که بسیارند و این قرعه فال به نام من بیچاره زدند، دقایقی که در خدمت شما سروران هستیم پیرامون نقش قرآن کریم، فضائل قرآن کریم و خواسته های این کتاب الهی صحبت خواهیم کرد انشاءالله. اگرچه که زبان من فارسی است، جناب مفتی صاحب ترکمنی صحبت میکردن، بقیه دوستان، ولی به هر حال امیدوارم که دوستان فارسی بفهمن، متوجه بشن و تا ما بتونیم این مطلب رو ادا بکنیم. اگر ترکمنی بلد بودیم حتما ترکمنی صحبت میکردیم، ولی لیکن چه فایده که دوستان علما مقصرن به ما یاد ندادن، باید کلاس میگذاشتن، به هر حال خدمت این دوستان یاد میگرفتیم. بله، صحبت از قرآن است. قرآن ادبستان رحمان، سفره و خوان منان، فرمانده بی زبان، حجت خدا بر مخلوقان و کتاب خدای رحمان و منان و قانون برنامه ریزی حیات انسان. آری، صحبت از اون کلام الهی است، صحبت از اون هدیه و عطیه ارزشمند خداوندی است، اون کتابی که با نزول خودش دنیای 1400 سال قبل را متحول ساخت. قرآنی که با نزول اولین آیات خودش بر فراز غار حرا یا بر بلندای تاریخ، بر جبل عبیس، بر سرزمین بطحا، بر سرزمین خشک و بی آب و علف عربستان، هنگامی که نازل شد و تابیدن گرفت، دنیای پر از ظلمت، دنیای پر از کفر و جهالت را در نوردید و با اشعه های تابناک و درخشنده خودش دنیای اون زمان را درخشان کرد. صحبت از قرآن است، قرآنی که با اولین آیه اقرأ بر قلب نازنین رسول اکرم تمامی هدیه ها و عطیه ها را به امت رسول خدا ارزانی داشت. آری، صحبت از قرآن است، قرآنی که سرنوشت حیات بشری را تغییر داد، قرآنی که اوهام و خرافات را برای همیشه پیچید و به زباله‌دان تاریخ انداخت، قرآنی که به مجرد نزول خودش تمامی افکار و اذهان را تحت قلمروی خودش قرار داد و اونها را متحول ساخت. آری سروران عزیز، شما فکر میکنید آیا اگر رسول خدا بدون اسلحه قرآن در جامعه بشری قدم میگذاشت میتوانست بشریت را از رذالتها و از منجلابها نجات بده؟ قطعا خیر. قرآنی که بر قلبهای سنگدل و قسی القلب، قلبهای مملو و از تاریکی وقتی تابیدن میگرفت، اونها را مانند موم نرم میکرد و جولانگاه فکرشان را به تصرف خودش در می آورد. آری، عمرها اگر اسلام مسلمان شدند، حضرت ابوبکرها، عثمانها،
علی ها و حسن و حسین ها رضوان الله علیهم اجمعین از زمانی آمدن در محضر رسول خدا زانوی تلمس زدن که این فکر و ذهن و روح و روان و اعضا و جوارح خودشان را در اختیار قرآن قرار دادند. آری هنگامی که مشرکین مکه در پشت درهای بسته طی جلسه اضطراری با ریاست اون مجلس یعنی شیطان لعین جلسه اضطراری خودشون رو تشکیل میدن و طرح ترور رسول خدا رو، طرح قتل رسول خدا رو در دستور کار میگذارن که چه کسی محمد رو بکشه و ما رو از شرش خلاص کنه. ناگهان صدای غرنده‌ای فضای مجلس را پوشاند که من تا فردا اگر سر محمد رو نیارم لب به آب و غذا و طعام و نوشیدنی نخواهم زد. همه مجلس نگاه کردن این صدای کیه؟ متوجه شدن شیرمرد جاهلیت عمر ابن خطاب حرکت کرد. با این عزم و با این اراده، با این عزم جزم حرکت کرد، شمشیر به کف گرفت، روانه خانه رسول الله دانشگاه ارقم ابن ابی الارقم شد. در میان راه متوجه شد که خواهر و دامادش مسلمان شده. نکته این قصه رو شما بارها شنیدید. آمد به کنار خانه خواهرش، از پشت در هرچه در زد در باز نکرد، خوب گوش داد. ندای ترنم قرآن این سروش آزادی رو شنید، بسیار غضبناک شد، خودش رو انداخت، بلا فاصله به جان خواهرش افتاد. خواهر و دامادش را آماج حملات بسیار قسیانه خودش قرار داد و پس از اینکه خون خواهر جاری شد و با این ندای خواهر مواجه شد که ای عمر، ما در محضر قرآنیم، ما عاشقان و شیفتگان محمد رسول اللهیم، هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده، به خدا قسم یک وجب هم عقب نشینی نخواهیم کرد. گفت این چه کتابی است که شما دارید میخونید شما را اینقدر متحول کرده؟ گفت تو نجسی باید بری غسل بکنی. رفت غسل کرد، آمد آیات قرآن را باز کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. وقتی این آیات قرآن را عمر بن خطاب شنید ناگاه اشکانش ترازی شد. گفت بین محمد رسول الله، محمد کجاست که من آمده بودم سرش را ببرم، اما الان آمدم سرم را فدای محمد کنم. استغفر الله. رسول خدا کجاست؟ محمد کجاست که من آمده بودم تک تکش کنم؟ گفتد برید در دانشگاه ارقم ابن ابی الارقم. آمد در خانه را زد. رسول خدا یکی از صحابه را فرستاد، آمد دید عمره، دست پاشون به لرزه افتاد. حضرت حمزه آمد جلو، گفت در باز میکنم. در رو که باز کرد عمر وارد شد. رسول خدا کمربند عمر را گرفت. ما بک یا ابن خطاب، ای عمر ابن خطاب تا به کی در مغروری و قساوت قلبی باقی میمانی؟ آیا اومدی محمد رو بکشی؟ گفت نه یا رسول الله، آمده بودم تو را تکه تکه کنم، اما الان آمدم خودم را جلوی پای شما تکه تکه کنم. که ناگهان صدای چنین تکبیری از زبان نازنین رسول خدا بیرون شد. الله اکبر. همه مسلمانان متوجه شدن که عمر بن خطاب مسلمان شده. عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار. اقبال میفرماید ز شام خود برون آور سحر را، به قرآن باز خوان اهل نظر را. نمیدانی که سوز قرأت او دگرگون کرد تقدیر عمر را. عمر را کی دگرگون کرد؟ این کتابی که امروز در دست من و شماست، این کتابی که امروز در دست ماست عمرها را منقلب کرد. سروران عزیز، عمرها چوپان گوسفندان را چوپان و سردمدار و زمامدار و قائد تمام جهانیان تا دنیاست نام عمر بن خطاب همراه این خورشید میتابد و میدرخشد. سروران عزیز، این همین قرآن بود. من میخوام جمله‌ای که آخر میخوام بگم خیلی برام مهمه، استفاده ما از قرآن. فضیل عیاض، سردسته اولیا، یکی از سلاطین اقلیم عشق، یکی از صوفیا و عرفای بسیار بزرگوار در عصر تابعین. فضیل عیاض آیا اول اولیا بود؟ نه خیر، سردسته کاروان دزدان،
سردسته کاروان غارتگران و چپاولگران. اصلا مردم از دستش امنیت نداشتن. روزی یک کاروانی داشت رد میشد برای ادای حج عمره میرفتن، به منطقه‌ای رسید که اونجا فضیل عیاض بود. دست پاش به لرزه افتاد. همه کاروان متوجه شدن که امشب با این پول و مالمون چیکار بکنیم، فضیل همه رو میگیره و میبره. رئیس کاروان مسلمانان گفتن آقا یه نفر رو پیدا میکنیم، چون که فضیل خیلی خطرناکه، ما چه بیدار باشیم چه خواب مال ما رو میدزده، غارت میکنه. یک نفر امینی رو پیدا بکنیم، اموال ما رو بهش تحویل بدیم، میگه آقا امشب این اموال ما رو از دست فضیل به دست تو میدیم، فردا صبح بهمون برگردان. گفتن خوبه. آمدن گشتن یه آدم امین رو پیدا بکنن. آمدن یه آقای رو دیدن، پولها و مالها و هر چی که داشتن دادن به دست او. گفتن برادر تو فضیل رو میشناسی؟ گفت بله. گفت خیلی دزد راهزنی؟ گفت بله. گفت این پول ما دست شما تا فردا که به دست فضیل نرسه. پولها را به دست اون فرد دادن، نفهمیدن که این خودش فضیل عیاضه. پولها را از دست فضیل عیاض آمدن به خود فضیل تحویل دادن. فضیل خیلی خوشحال شد، عجب پول بادآورده‌ای، بسیار خوشحال شد، خندید، گفت بابا ما خودمان رو در معرض خطر قرار میدادیم، این چه مسلمانای ساده‌لوحی آمدن پول رو خودشون از دست خود من به خودم دادن. خوشحال و قهقه زنان رفت نشست، داشت پولها رو میشمرد و رفقاش هم جمع کرد. در اثنای شب کاروان راهی عمره، سربازان رسول اکرم شروع کردن به نماز خواندن. امام جلو شد، شروع کرد به آیات، تلاوت آیات قرآن کریم، تا اینکه به این آیه رسید که این آیه سرنوشت زندگی فضیل را رقم زد که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان آن نرسیده که قلبهای سنگدل و قسی القلب در مقابل قرآن عظیم الشان خاشع و خاضع و فروتن بشه؟ آیا زمان اون نرسیده که قرآن در ذهن و روح و روان اونها تبلور بکنه؟ ناگهان فضیل احساس کرد که این آیه داره تازه نازل میشه و مستقیما او رو مورد خطاب قرار داده. در مقابل قرآن بی خود شد، گفت بلا بلا بلا، خدایا تو با منی، بله الان زمان اون رسیده که من برگردم. آمد پیش یک سرکاروان مسلمانان، گفتن وای فضیل عیاضی که شما دنبالش بودید منم، ولی این آیه قرآن من رو تکون داد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. فضیل عیاض زندگیش عوض شد و شد سردسته دزدان، شد سردسته عرفا و اولیا در عصر خودش. سروران عزیز، اقبال چه زیبا میفرمان کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حرف او را ریب نه تبدیل نه، آیه از شرمنده تعویل نه، رهزنان از حفظ او رهبر شدند. رهزنها فضیلها رهبر جهان شدن، عمرها رهبر شدن، رهزنان از حفظ او رهبر شدن، از کتابی صاحب دفتر شدن. ارج میگیرد از او ناارجمند، بنده را از سجده سازد سربلند، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. مثل حق پنها رو هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. قرآن اینه، زندگی بشر رو داره تغییر میده. برای این آمده قرآن کریم. ما چقدر از قرآن بیگانه ایم؟ ارتباط ما با قرآن چیه؟ سروران عزیز، برادران بزرگوار، امیدوارم که لفظ منو بفهمید، درد دل منو بفهمید، که امروز اون قرآنی که در گذشته اونقدر تأثیر داشت، اونقدر در قلوب مردم کار میکرد، امروز چرا قرآن همون قرآنه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. تردیدی نیست که در اون شک و ریبی وجود نداره، تردیدی نداره این کلام خدا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و محافظشیم. اون قرآن همون قرآنی است که در صدر اسلام رسول خدا تلاوت کردن و خلفای راشدین و حضرت عثمان جمع‌آوری کردن و ما داریم استفاده میکنیم. این همون قرآنه. و در عصر حاضر هم قرآن کریم، قرآن عظیم الشان بر اذهان داره کار میکنه. در عصر حاضر هم قرآن توانایی خودش را برای جهانیان نشون داده. میدونید
یک خواننده جهان مسیحیت، هنریکت استیونز، یکی از نوازندگان، خوانندگان و رقاصه های جهان اروپا، کسی که در سن زیر 18 سالگی اولین آلبوم خودش رو به نام سگم را خیلی دوست دارم، یه خواننده بسیار چیره دست پخش میکنه، در سن 18 و 19 سالگی بسیار به شهرت و مکنت و دولت میرسه، عزت دنیا رو از آن خودش میکنه، هنریکت استیونز. بعد گیتار و ساز و سرنا جز لاینفکش، میگه قلبم با تاره های گیتار گره خورده بود، هر جا مجلس لهو و لعب بود این آقا اونجا بود، چیره دست، ماهر، تمامی دنیا رو مشهور شده بود. میگه روزی رفتم برای عید کریسمس، روز تولد عیسی مسیح، تو لندن داشتم میخوندم، مجلس رو اجرا کرده بودم، همه آمده بودن. در این هنگام که داشتم قرائت میکردم و ساز و سرنا میزدم، الواتی میکردم، داداشم از قدس آمد، یه تحفه و یک هدیه و یک کادو پیچیده بود، آمد بهم تحویل داد. گفتم این چیه؟ خوشحال شدم، داداشم برادرم کادو برام آورده. گفت این سرمایه اهل حق است، اندرون او ضمیر مطلق است، حیات مطلق است. آمد گفت این یه جفت کفشه؟ گفت نه. پیراهنه؟ نه. جورابه؟ نه خیر. عمامه هست؟ نه خیر. ضبط و رادیو و تلویزیون؟ نه خیر. گفت بازش کن. باز کرد کادو رو، دید در درون کادو و تحفه گذاشته است یک جلد قرآن به ترجمه انگلیسی. گفتم داداش این چیه؟ گفت بازش کن بخون. میگه شروع کردم به خوندن، وقتی نگاه کردم ترجمه انگلیسی رو دیدم اشکام بی اختیار سرازیر است. خوندم در همون جا تا ای که به سوره یوسف رسیدم، بی اختیار کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله بر زبانم جاری شد و در جا اسممو از هنریکت استیونز گفتم یوسف اسلام، مسلمان شد. در جا تمامی ساز و تار و پود خودش را فروخت و یک مدرسه دانشگاه اسلامی برای تعلیم فرزندان دنیای اروپا که قرآن بونها یاد بده تأسیس کرد. سبحان الله، سبحان الله. نگاه بکن قرآن و سروران عزیز، قرآن نگاه بکن، دل پردرد را دوا قرآن، جان مجروح را شفا قرآن، هرچه خواهی ز نص قرآن جو که بود گنج علمها قرآن. همه چیز ما قرآن کریمه. شروع کردم به قرآن خوندن، به تلاوت کردن، آمدم همه من رو سرزنش میکردن. اون مدرسه عظیم رو با خرج خودم را انداختم. یک خواننده جهان غرب اینقدر از قرآن متأثر میشه. بنگران سرمایه آمال ما، گنجدن در سینه اطفال ما. حرکت کرد، آمد برای خانوادهش دعوت اسلامی رو، همه خانواده ناراحت شدن. پدرش یکی از معاندین و مخالفین اسلام بود، مخالف سرسخت. انقدر قرآن رو تو گوشش خوند، انقدر قرآن رو تو قلبش گذاشت تا اینکه پدرش هم که یکی از مخالفان اسلام بود 2 روز قبل از وفاتش گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله. منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه رحمان، منم برنامه انسان. بیا یک دم تماشا کن، منم بحر خطاشویم مگر موجم نمیبینی. قرآن داره میگه منم بحر خطاشویم مگر موجم نمیبینی، منم گلزار دلجویم چرا یک گل نمیچینی، رهاورد شب قدرم چرا آخر نمیخوانی، رهاورد شب قدرم چرا قدرم نمیدانی، پیام رحمت آوردم چرا آخر نمیخوانی. چرا نمیخونید؟ امروز استفاده ما از قرآن چی شده؟ چرا ما اینقدر جوان ما حتی از رو بلد نیست قرآن بخونه؟ از رو بلد نیست قرآن بخونه. آیا قرآن برای این نازل شده؟ امروز استفاده ما از قرآن در 3 چیزه. 1، تو خانه ها و تو تاق ها بگذارید که جن و دیو و گرگ و دزد تو خانه ها نیاد. قرآن برای این نازل شده علما، میدونید قرآن برای این نیامده که جنها رو از خونه بکشونه بیرون، نه خیر. قرآن برای این آمده که تو رو زندگی، من و تو رو برنامه زندگی بده. این 1. 2، زمانی که عروس و داماد میخوان برن به خانه بخت، میگن بیار از زیر قرآن رد بشید که قرآن تو زندگیتون باشه. این توهین به قرآنه. اگر استفاده ما از قرآن فقط همینه، این توهین به قرآنه.
قرآن برای این نیامده. و سوم، زمانی که آقای خانم بمیره هر چه مولوی و ملا هست شروع میکنن به قرآن خوندن. قرآن فقط برای اینا آمده. قرآن قانون اساسی زندگی بشریته. قرآن همه هادی و راهنماست. قرآن کلام الهی است. قرآن آمده راه رو برای ما شما روشن کنه. برگردیم به قرآن کریم، برگردیم دلهامون رو با نور قرآن عظیم الشأن روشنایی بدیم. منازل ما رو من تبریک عرض میکنم، واقعا جای تبریک و تهنیت داره خدمت این جمع نورانی و به ویژه اساتید بزرگوار و پدر و مادر این دو حافظی که امشب اینجا دستار فضیلت رو سرشون میگذارن و حافظ کل قرآن شدن. این خیلی زیباست، این خیلی زیباست. ما امروز نیاز به قرآن‌های دو پا داریم. ما امروز نیاز داریم که قرآن‌های دو پا داشته باشیم، حافظان قرآن باشه، هر جا بره بخوانن. میدونید که مسیحی‌ها با این همه رشد جمعیت یک حافظ انجیل ندارن؟ خبر دارید؟ تا به حال یک حافظ انجیل دنیای مسیحیت نداره، یه حافظ تورات دنیای یهودیت نداره. ولی ما به برکت اعجاز قرآن کریم هر سال چندین هزار بچه مسلمان حافظ قرآن میشن. متاسفانه استفاده ما از جل قرآنه. مولای روم رحمت الله علیه میفرماید ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پیش خسان انداختیم. ولی الان اروپا مغز قرآن گرفتن، پوستش رو شما تحویل دادن. به خدا قسم تمام تکنیک ها و علم و صنعتی که در دنیای غرب هست تو قرآن هست. من به یه موردش اشاره میکنم. شما میدونید در قرآن آیه هست بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. خسته که نشدید انشالله؟ حتما یک صلوات بفرستید. اینجوری راحت تر صحبت میکنه، خودمانی تر، راحت تر، به هر حال شما خسته نشید. قرآن آیه داره بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. بله ما روز قیامت قادریم. خوب این نکته رو گوش بدید، به ویژه کسانی که اهل سوادن. ما قادریم روز قیامت همه اجزا و اعضای انسان رو 2 مرتبه برگردونیم، حتی انگشتانشو. اگر به عقل مراجعه کنی چشم از انگشت ظریف‌تره. باید خدا میفرماید ما قادریم همه اجزاشو برگردونیم، حتی چشماشو. ولی نه، گوش ظریف‌تر از انگشت، زبان ظریف‌تره، بینی ظریف‌تره. خدا میفرماید نخیر، ما همه اجسام و اعضا و جوارح ظریفشو برمیگردونیم، حتی انگشتانش رو. اون زمان دنیای اون زمان کسی نمیفهمید، ولی الان متوجه شدن دانشمندان که ظرافتی که در انگشت هست در هیچی نیست. خطوط انگشت، اثر انگشت. چند 6 میلیارد انسان در دنیا وجود داره، 2 نفر پیدا نمی‌کنی که خطوط اثر انگشت اونها با هم مشابه باشن. حتی 2 تا برادر خواهر دوقلویی که دوقلو مادرشون زاییده، اثر انگشتشون مساوی نیست. دانشمندان حالا فهمیدن. قرآن 1400 سال قبل اینها رو بیان کرده. ما نخوندیم قرآنو، ما با قرآن فاصله گرفتیم. علومی که امروز دنیای غرب اونها رسیده، خدا شده همشون در قرآن کریم هست. حضرت علی میفرماید جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصرت عنه افهام الرجال. همه علوم در قرآن هست، اما افهام ما قاصره، درک ما قاصره، فکر ما قاصره. در اختیار قرآن قرار ندادیم. وگرنه دنیای غرب داره رو قرآن کار میکنه، همه چیز رو دارن از قرآن یاد میگیرن، همه چیز رو از محضر قرآن کریم دارن میآموزن. همه مسائل و انزلنا الحدید، آهنالات که امروز هواپیما رو پرواز میده به آسمان، تو قرآن هست. منافع للناس، منفعت‌های بسیار زیاد. در اون زمان کسی از آهن استفاده ای نمی‌کرد، حالا استفاده از آهنالات آمده. سروران گرامی، قرآن کریم تاریخ دقیق آینده و گذشته رو چقدر دقیق بررسی میکنه، همه مسائل رو، که من وقتم اجازه نمیده که همه مسائل رو عرض بکنم، وقتم تنگه و شما شاید خسته بشید. فرزندان ما رو بیاریم قرآنی بار بیاریم، بریم در محضر قرآن. به خدا قسم دنیا گلستان میشه. شما فکر کنید من یکی از عرفای دیگر رو، چون که اهل عرفانیم همه من و شما و با عرفا بسیار علاقه داریم، امام شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه، یکی از سلاطین اقلیم عشق و خط مقدم اولیاء، ایشون فرزند 12 ساله بودن. علما میدونن مادرش هنگامی که لباس علم به او پوشاند، بچه 10-12 ساله، و میخواست اونو بفرسته به مملکت اسلامی دیگر برای تعلیم علوم اسلامی و برای تعلیم قرآن، گفت مامان، مادر. گفت چیه؟ گفت من از یه خواسته دارم. گوش بدید اینجا رو. گفت چیه خواسته مادر؟
گفت خواستم اینه که به آیات قرآن عظیم الشأن فقط اینطوری نگاه نکنی، بلکه اقرأ القرآن کما انزل، قرآن رو طوری بخوان گویا بر تو نازل میشه. مامان در طول راه اگر مجبور شدی دروغ بگی به خاطر آیه قرآن که دروغگو دشمن خداست و خداوند دروغگویان رو دوست نداره، دروغ نگو. ما در قرآن مخالف دزدی است، مخالف زناست، مخالف چشمچرانی است، مخالف الواتی است، مخالف کلاهبرداری است. مواظب باش، آیه قرآن باید محافظت باشه. گفت چشم مادر. حرکت کرد، آمد این بچه 12 ساله 10 ساله آمد در میان راه، کاروان دزدان و غارتگران قافله مسلمین رو گرفت که عبدالقادر گیلانی کوچولو هم توشون بود. آمد از هر کدوم از این بزرگان میپرسه چقدر پول داری همراهتون؟ اول میپرسن دزدا، هم میگفتن یک چیز دروغ میگه، میگفت که اگه 10,000 تومان داشت میگفت 1,000 تومان دارم. از یکی دیگه ریش امامش اینقدر میگفت چقدر پول داری؟ میگفت 500 تومان، در حالی که 20,000 تومان پول داشت. آمد به این عبدالقادر کوچولو رسید، گفت چقدر پول داری؟ گفت مثلا به اصطلاح اون زمان میگفت 4,000 درهم، به اصطلاح پول ما میگیم 400,000 تومان. این دزد راهزن گفت برو بابا، تو یک بچه 400,000 تومان از کجا داری؟ تو همه تو بریزیم 1 تومان نمیارزی، 400,000 تومان از کجا آوردی؟ گذاشتش رفت. دیگری آمد از هر کدوم روز دروغ میگفت، جیباشون رو تفتیش میکردن، پولاشون رو در میآوردن. هر کس از عبدالقادر گیلانی میپرسید چقدر پول داری؟ میگفت 400,000 تومان. تفتیش کرد، گفت کو پولاشو در آورد؟ گفت این 400,000 تومان. تعجب کرد، بردش پیش رئیس دزدان، گفت بیا نگاه بکن یه اعجوبه دیدیم. آمد جلو، گفت پسرم ما رو نمیشناسی؟ چقدر پول داری؟ گفت 400,000 تومان. اناش گفت مگر تو نمیدونی ما دزدیم؟ گفت چرا؟ گفت نمیدونی ما پولاتو میگرفتیم؟ گفت چرا؟ من همه اینا رو میدونستم. پس چرا پولاتو پنهان نکردی، دروغ نگفتی؟ گفت های رئیس کاروان دزدان، منو 2 چیز مانع شد. اول این که من قولی که به مادرم داده بودم به تک تک آیات قرآنی که تو سینمه به اونها عمل کنم، 1. و دوم این که ترسیدم روز قیامت کنار رسول الله من محشور بشم و بگه عبدالقادر دروغگوست. من از ترس عذاب خدا ترسیدم و دروغ نگفتم به خاطر آیه قرآن کریم. وقتی رئیس دزدان متوجه شد که این یه بچه 12 ساله اینقدر عشق به قرآن و علاقه به قرآن داره، گفت تو از رسوایی خودت جلوی رسول الله میترسی، من چرا نترسم که این همه عمرم را در غفلت گذراندم. عبدالقادر گیلانی دستتو بده، لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شد. و تمام کاروان دزدان فقط به خاطر این گفتار عبدالقادر گیلانی همشون مسلمان شدن. لهجه مردی که دارد بوی دوست امتی را میکشد تا کوی دوست. بنگران سرمایه آمال ما گنجد در سینه اطفال ما. قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. جوان مسلمان، بیایم شما را به خدا از امروز به بعد، الحمدلله شما همتون عاشق قرآنید. من شاید صلاح هم نباشه اینطور بگم چون که از این منطقه خبر ندارم، ولی میدونم که از دیشب آمدم تو این منطقه ترکمن نشین، دلهای جوانان رو دیدم که خیلی عاشق قرآنه. دیشب ما در روستای باغلق مراسم عروسی یک از برادران اسلامی و ایمانی بود، اونجا ساز و سرنا نبود، سخنرانی رو گذاشته بودن. دوستان حاضرن گواهن، فکر میکنم 1 ساعت خورده ای سخنرانی کردیم. 1 ساعت همه نشسته بودن رو زمین، رو خاکا. من بس کردم، خسته شدم. تعداد از جوونا آمدن فلانی. ادامه بدید، ما عاشق شنیدن قرآنیم. این ایمان رو میرسانه، این عشق به قرآن میرسونه. واقعا جای خوشحالی است، جای خرسندی است. بیایم همه ما فرزندان ما رو بیایم بگذاریم در مکتب قرآن. پدر، ما چرا متاسفانه اینقدر از قرآن دوریم؟ چرا فرزندان ما خوشمون میاد بره کارگر بشه، بنا بشه، همه بشن، من نمیگم پزشکم بشن. حضرت استادنا المعظم مولانا محمد عمر سربازی حفظه الله، میشناسید ایشون رو، یکی از نویسندگان و مؤلفین چیره دست جهان معاصر. من 4 سال خورده خدمتشون بودم. بیایم قرآن کریم در زندگی و در حیات ما داره ما رو عزت میده. برادری در تاریخ میاد، یکی از اولیا و عرفا از کنار قبرستانی میگذره، شروع میکنه به فاتحه و حمد و اخلاصی خوندن، الحمد قل والله قرآن میخوانه، به ارواح مردگان میبخشه. همونجا خواب میبره، یک لحظه خواب میبینه تمام مرده ها
از قبرها بیرون شدن، مثل مرغ که نوک میزنه دونه را از روی زمین بر میداره گندم میخوره، مرده ها دارن یک چیز رو جمع میکنن. یه آقایی نشسته پا رو پا گذاشته راحت بدون دغدغه. گفتم آقا تو کیه؟ اینها چی کار میکنن؟ گفت اینها همین حمد و اخلاصی که تو خواندی ثوابشو این مرده ها دارن جمع میکنن. گفتم تو چرا راحت نشستی؟ گفت من یه پسر دارم حافظ کل قرآن، روزی یک ختم قرآن از الف لام میم تا سین و ناس دارم میفرسته. گفتم کجاست؟ گفت اسم پسرم عبدالرحمن در بازار دهلی فلان خیابون. از خواب بیدار شدم، گفتم این خواب دروغ نیست. حرکت کردم، فردا طبق اون آدرس رفتم، آدرس خیاطی پارچه فروشی رو گرفتم، آمدم دیدم یک جوان مسلمان قیچی تون تکون میخوره، پارچه ها رو میبره، ولی حرکت لبهاش از حرکت قیچی تندتره. گفتم پسرم اسمت چیه؟ گفت عبدالرحمن. گفتم چی داری میخونی؟ گفت هیچی نگو. پدرم من کوچه بی فرزندی چقدر سخته، فرزند نداشته باشه انسان. دعا کرد، آمد پیش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، فرمود ای امام برامون دعا بکن خدا به ما فرزندی بده، ما این رو بفرستیم در مکتب قرآن حافظ کل قرآن بشه، حافظ کل قرآن بشه. نظر کردن که هیچ جا نمیفرستیم فرزندمو. بعد از 60-70 سال که سن عقیمی و نازایی میاد، خدا به اینها یک پسری داد. حواستون این طرف باشه، خدا به اینها یک فرزندی داد. طبق وعده و نظری که کرده بودن، بلا فاصله فرزند رو بردن در حوزه علمیه در مسجد گذاشتن، گفتن بذار حافظ کل قرآن بشه. اینطوری نبودن که هنگامی که تو مشکلات قرار بگیریم، الان اینطوری شده تو مشکلات که قرار میگیریم نظر میکنیم، تون صدقه میکنیم، مشکل که برطرف شد 2 مرتبه برمیگردیم. آقا تو زندگیش نماز نخونده، تو بیمارستان که نمیفته، برید پیشش بگو چطوری؟ خدا را شکر، الله هر چه بخواد، هر چه خدای متعال بخواد. ای بی انصاف، تا دیروز که خوب بودی اصلا خدا رو نمیشناخت، حالا که تو بیمارستان افتاده تون الله الله میکنه. تو زندان که بیفته همه بایزید بستامی میشن، بیرون که میاد عوض میشن. چرا اینطور باشه؟ چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد، وقتی چکا برگشت بخوره میگه خدا 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 آبروی من حفظ کن. تعرف الی الله فی الرخاء یعرف که فی الشده. هنگامی که خوشحالی جوانی خودتو به الله معرفی بکن، خدا هنگام مشکلات دستتو میگیره، خدا گواهه. ولی نه، هنگام مشکلات همه ما الله الله میگیم، خدا خدا میکنیم. مشکل که برطرف شد اصلا گویا همچه مسئله پیش نیامده. یه لطیفه هم بگم، من همه جا میگم این لطیفه رو. میگه آقای درختان خرما رو دیدید خیلی بلنده، رو درخت خرما بالا میره، بعد خوب که بالا رفت از زمین فاصله گرفت، یهو زمین نگاه کرد دید خیلی فاصله داره، ترسید، همون بالا نظر کرد، گفت خدایا اگر صحیح و سالم منو به زمین برسونی 6 من یا 18 کیلو روغن زرد. روغن حیوانی رو چی میگید شما اینجا به زبان ترکمنی؟ روغن زرد میگید؟ چی؟ سالیا. همون گفت 6 من روغن زرد در راه تو خیرات میکنم. برگشت آمد پایین، یک مقدار 2 متر آمد پایین، زمین رو نگاه کرد دید 6 من روغن خیلیه، گفت خدایا 6 من روغن میخواد چیکار بکنه؟ 4 منم بس شد. آمد پایینتر 2 متر پایینتر آمد، زمین رو نگاه کرد دید که بابا 4 منم خیلیه، پولش میزنه به 100,000 تومان. گفت خدایا 4 منم زیاده، 2 من بدم کافیه، مگه میخواد چیکار کنی؟ آمد پایینتر به زمین که نزدیک شد زمین رو میرسید، گفت خدایا اصلا مگه تو روغن زرد نیاز داری؟ تو روغن زرد میخواد چیکار بکنی؟ بعد پاشو گذاشت روی زمین، یه میخی رفت تو پاش، ناراحت شد از بس که دارم. گفت خدایا من نذر کردم، ولی تو کی کاسه و ظرف خودتو فرستادی که من روغناتو ندادم که این بلا رو به سر من آوردی؟ حالا هنگامی که انسان تو مشکلات قرار میگیره نظر میکنه، مشکل که برطرف شد که علم یکن، گویا همچه اتفاق نیفتاده. ولی اون پدر و مادر نه، خدا به اونها فرزند داد. به امام ابو حنیفه قول داده بودن، آمدن فرزندشو گذاشت تو مسجد بشه حافظ کل قرآن. پسر بزرگ شد، حافظ شد، کتب اسلامی رو حفظ کرد، خوند، آمد به سن 18 و 19 سالگی رسید، عین غرور جوانی. 18 و 19 سالگی شما جوونا که میدونید، جوونا که میفهمن، عین بحران و شورش جوانی، عین غرور و تکبر و خودخواهی جوانه. و پدرها هم همتون الحمدلله یک زمانی جوان بودید. آمد روبروی این مسجد خانه خانومی بود، زیبا، جمیل، حسین، دارای مال و منال بسیار زیاد. یه روزی چشم اون خانومه به این پسره افتاد، به این جوان
18 و 19 ساله عاشق و فریستف شد. غلام خودش رو فرستاد، گفت برو اون آقا پسر رو، اون جوان حافظ قرآن رو بگو بیاد داخل خانم، من یه سوال شرعی دارم ازش. خب گوش بدید. جوان خیلی زیبا بود، رفت در حیاط ایستاد، گفت خانومم میگه بگو بیاد داخل. رفت داخل حیاط، گفت نه اون خانومه خیلی محجبه است، نمیتونه داخل حیاط بیاد، سوال شخصی داره، برو داخل خانه. این جوان 19 و 20 سالگی تا به حال گناه و معصیت ندیده بود. هنگامی که پا گذاشت تو اون خانه با یک هیولا مواجه شد، دید این زن پس فطرت لخت مادرزاد با کمال زینت و آرایش که اون دعوت میکنه به سوی گناه. این جوان تا اون روز گناه ندیده، غیر از صفحه قرآن دیگه چیزی ندیده، غیر از مسجد دیگه جایی نرفته. ناگهان وقتی این معصیت و گناه رو دید، از سوز دل گفت الله، بیهوش شد، بر روی زمین افتاد. این خانم دست پاچه شد که این چی شد؟ این چرا افتاد بیهوش شد؟ سرشو برداشت گذاشت رو رانش. همین خانمه آب قند داد، آب پاشید تو صورتش بهوش بیاد. یه 2 ساعتی که این جوان چشماشو باز کرد، دید سبحان الله سرش روی ران زن نامحرم گذاشته است. 2 مرتبه گفت الله و جانش را به جان آفرین تسلیم کرد و از دنیا رفت. کسی که خدا رو میشناسه گناه رو نمیتونه ببینه. ما گناه کردیم، گناه برامون طبیعی شده، از چراغ قرمزهای خدا گذر کردیم، طبیعی شده. زنه دست پاچه شد، گفت بردارید جنازه‌شو بندازید داخل کوچه که کسی منو به اتهام قتل نکشه. جنازه این جوان پاک رو انداختن تو کوچه. خبر به اون پدر و مادری رسید که بعد از 70 سال خدا به اونها فرزند داده بود. که پسرتون، گفت چی شده پسر ما تو مسجده؟ گفت نه خیر، جسد پسر شما تو کوچه افتاده است. چه کسی کشته اونو؟ با چه کسی درگیر شده؟ تصادف کرده؟ هیچ اثری از مرگ روش نیست. انا لله و انا الیه راجعون خوندن که در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ما، این امانتی بود خدا برد. پدر و مادرها، من شما نمیخوایم؟ همه ما عاشق جنتیم، همه ما دیدار خدا را میخوایم. پس وقتی دیدار پروردگار عالم را میخوایم، پس بیاییم به سوی قرآن کریم، برگردیم به سوی قرآن کریم. فقط قرآن را هنگام تعزیه ها نخونید. شما را به خدا اگر پسرتون میره به طرف قرآن نگید دست نزن، بذار دست بزنه. چرا از قرآن میترسونید بچه‌ها رو؟ قرآن رو 7 جلد کردیم گذاشتیم تو خانه ها. این قرآن تبرک نه، بذارید باز کنه بخونه، بذار تلاوت کنه، تفسیر کنه، حافظ کل قرآن بشه تا روز قیامت دستگیر ما بشه. پروردگارا به لطف و کرم خودت همه ما را قرآنی بگردان، فرزندان ما را حافظ قرآن بگردان. پروردگارا همه فرزندان ما را صالح بگردان. یکی از دوستان تقاضای دعای فرزند صالح کرده، پروردگارا به این برادر فرزند صالح عنایت بفرما، به کسانی که فرزند ندارن اولاد صالح عنایت بفرما، و به همه ما کسانی که فرزند داریم خدایا فرزندان ما را حافظ و عامل به قرآن قرار بده. این 2 حافظ بزرگواری که حافظ کل شدن، پروردگارا در جان و مال و اولاد پدر و مادرشون و خودشون برکت عنایت بفرما. قرآن را در زندگی اونها قرار بده، قرآن را در متن زندگی همه ما قرار بده. از این که بیش از حد مصدق شما اوقات شدم، واقعا معذرت میخوام، به ویژه از محضر علمای بزرگوار، اینا همه تاج سر ما هستن. حقیقتا من بسیار کوچکتر و حقیرترم، به جای فرزند این بزرگواران و برادر این بزرگواران قرار میگیرم، ولیکن حسن ظن شما دوستان و علاقه این به تعدادی از جوانان من رو بران داشت که چند دقیقه مصدق اوقات بشم. بسیار خوشحال شدم که در منطقه راز جرگلان حقیقت با این همه جوان عاشق قرآن این 2 شب هست که ما مواجه هستیم و این رو لطف ایزدی میدانم. از این که بیش از حد مصدق اوقات شدم معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.